فیلم بگیر. خب فرد بگو من خواننده شیم امروز واسه نه ما سوال کنم. یکی از کسانی که امروز عشق استاد پیدا کردن خانواده داشته باشه ازش یه تست داریم میگیریم. این استاد در دستگاه عراق افشار میخواد بخونه. بفرمایید. یکی را براشو یاد بدید من که یکی را دوست می‌دارم. همینش بفرمایید. من بگم آره. یکی را دوست می‌دارم. چه رو زیاد نکن. لباسن چه رو زیاد نکن. ولی افسوس او هرگز نمی‌داند. بگه بفرمایید. محمد بقیه‌شو بگم. آره. ولی هر افسوس ریدم خوشم چونده کمرانی برسه اینه بابا ولی یه کلمه ما یاد بده خواننده شیم. ببین چونه بچه میشون میگم یکی را دوست می‌دارم. الان من بگم الان بگه یکی را دوست این چرا می‌دارم. تو خیلی بحث می‌کنم چرا پای تو مجان ولی افسوس ولی افسوس بارکل این خوب بود ها؟ خواهی جو تو خیلی خوب هرگز نمیدن. این چیکار از میخنده میخوابی؟ دست میکنه از مثلا با تماشاگری این چیکاره؟ بریم کشی تو بودی به برگ گل نوشتم من اینجا رو دوی پس کنم صداشو باید اینجوری کنم اینجوری به برگ گل ببین خار را آقا گاهی مجگام میخوای من بخونم. به برگ گل نوشتم من که او را دوست می‌دارم. شروع. به برگ گل نوشتم من شما کی شما شک شده بزغاله جیره یعنی صدای من خیلی نه چی استعداد داری یه گوی بشی اگه بشی به نظر تو یه چیزی تو مورد اندی یا شهر صورتی میشم یا تو نه؟ خدای اونا گوی نیستن بالاتر؟ تو از اون گوفتگی به برگ گل نمیشم بالا بگیره این چیه؟ این بنده خدا تو آشپزخونه کار میکرد. من غلامشم نوکرشم به برگ گل نوشتم با صدا محمد نخند تو اما به برگ گل نوشتم من دیگه هی سخت‌ترش نکن. دیگه هی سخت‌ترش نکن. گذاشته بخون باید جای صدا بخونه مشکل میشه قرون داره. حالا شما همین تیکر بخون. الان صدای منو با کی مقایسه میکنی تو با خایه خایه من صدا داره خود حالا الان این تیکر تو بخون به برگ گل کامرا خونه نمیدونم این فردران میدونم من گوشی نمیدونم ببین تو به برگ گل نوشتم منو بلند بخون برم ببین آخه باید میکروفون باشه سه بمیر بابا. ببین راست که آجا کار کرد این 10 تا استودیو بوده اینجا بریم تعطیل شو نه بابا. به گل نوشتم برو بالا به برگ گل نوشتم من شیرم تو چه استادی هستی من خواننده شده بی تربیتی من یاد میگیرم خدا رحمت کنه من چه سخت به برگ گل نوشتم من
نه الان صدای من بهتره یا خودت سه؟ تو جا تا به برگ گل نوشتم من که او را دوست می‌دارم. ای جلو تمرین کن بفرم. ولی افسوس صبر کن. خدای قشنگ. این برگ ببین این خدای تو قشنگ. چی تو یادت چه این برگ گل بخون اول بعد برو دنبال اون. ولی افسوس این درست خودی باری کردن. محمد اینو پیاده کن. محمد پاشو موبایل منو جواب بده. بریم سید آخر شبی مست کردی به برگ گل نوشتم من. ببین صدا اونجا آمد. به برگ گل نوشتم من که او را دوست می‌دارم ولی افسوس. با همه میتونی دو صدایی هم بخونی. قشنگ. من گل کنم. اینجا خیلی قشنگ. خدایی بعد دو صدایی بخونی خدایه. حالا من یه پیشنهادی دارم آقای شما یه دونه آهنگ آسونتر انتخاب بکنین برای آره شروع. چی رو بخونیم؟ خوش به حالت که سنگ چی میگه اون یارو؟ بابا هر کسا خارون صاحب کمر رو تو دیدی دیدی گاهی دیدی کمرده مسئول خواهم بریم ما که نه چیز شد سه دارا خودت بخون که چیز بشه میخونی یا نه؟